با این آهنگ چاوشی که خیلی همون خاطره داریم تصمیم گرفتم یه همچین استوری درست کنم و بهتون یاد بدم که چجوری درست کنید. فقط کافیه بیای تو قسمت استوری اینستاگرامت یکی از عکسای چاوشی رو انتخاب کن، حالا عکس بعدی رو هم به این صورت بذار و از این عکس خروجی بگیر. حالا همون عکسی که خروجی گرفتی رو اضافه کن، از این قسمت یه دونه مربع درست کن و این قسمت قرار بده. همون عکس چاوشی رو اینجا قرار بده و بیا تو قسمت گیف استوری این قسمت سرچ کن پلی موزیک بلک و این آیکون و این شکل رو بنده اینجا. حالا بیا تو قسمت موزیک و اینجا سرچ کن چاوشی و آهنگ سنگ صبور رو این قسمت قرار بده. اینم از این. دم همتون گرم. راستی پیج اینستاگرام و کانال یوتیوب هم داشته باش که بهترین محتوا رو برات میذارم. مخلصین.